با سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان عزیز و گرامی ما. رود روتشیلد میلیاردر بریتانیایی در دهه 20 میلادی به قدری ثروتمند بود که در برخی موارد به دولت بریتانیا وام داده بود. او یک روز وارد گاف صندوق امن و غیر قابل نفوذ خود شد و درب گاف صندوق اشتباهاً از روی سهلنگاری خود به روی او بسته شد. هرچه صدا کرد هیچ کس صدایش را نشنید. غیبت چند روزه او هم عادی بود و در آخر در کنار طلا و پولهای خود از گرسنگی جان سپرد. میگویند او با بریدن انگشت خود با خون خودش روی دیوار نوشته بود: ثروتمندترین مرد جهان از گرسنگی در کنار پولهایش میمیرد. اگر استرس دارید، منزلتان را نظافت کنید. تمیز و مرتب کردن محیط اطرافتان باعث کاهش استرس و اضطراب می شود. بابا نوئل ها برای تقویت مهارت‌هایشان به دانشگاه مخصوص بابا نوئل ها می روند و این کار را به صورت حرفه‌ای یاد می گیرند. آنها در دانشگاه می آموزند که چگونه جلوی دوربین بروند، چگونه با کودکان برخورد کنند و در مقابل خواسته های غیر واقعی کودکان در جشن کریسمس چه واکنشی نشان دهند و همینطور حتی در طی برپایی جشن کریسمس چگونه شاد و سرحال باشند. در زبان انگلیسی به بوقلمون ترکیه میگویند. در ترکیه به آن مرغ هندی، در هند به آن پرو و در عربی مرغ یونانی، در یونانی مرغ فرانسوی و در فرانسه به آن مرغ هندی میگویند. مطالعات نشان داده که فکر کردن به پول باعث افزایش تمرکز و مصمم شدن فرد برای رسیدن به اهدافش می‌گردد، ولی از طرف دیگر نسبت به احساسات اطرافیانش کم توجه می‌شود. به اعتقاد ژاپنی‌ها هر انسان 3 چهره دارد. چهره اولش را به تمام افراد نشان می‌دهد. چهره دومش را به دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می‌دهد. ولی چهره سوم را به هیچ کس نشان نمی‌دهد و این چهره شخصیت واقعی آن شخص است. یوانیس ایکونومو، مترجم اصلی پارلمان به 32 زبان زندگی دنیا مسلط است. او از سال 2002 سرپرست بخش مترجمان پارلمان اروپا می باشد و تمام مترجمان زیر دست او حداقل به 8 زبان مسلط هستند. مراسم شستشوی پای مادر در مدارس اندونزی. این نوع احترام گذاشتن به والدین یکی از روش‌های تربیتی مدارس جنوب شرقی آسیا است. تعداد کسانی که هر ساله بر اثر تجویز اشتباه داروها توسط پزشکان جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از تعداد قربانیان هروئین و کوکائین است. دولت فرانسه به والدینی که چند فرزند بزرگ کرده باشند و فرزند آنان شهروند قابل قبولی باشد، یعنی هیچ سوء پیشینه‌ای نداشته باشد، مدال افتخار می‌دهد. کینگ کمپ ژلت کارآفرین آمریکایی بود که برای اختراع ریش‌تراش و تأسیس شرکت ژلت مشهور است. قبل از طراحی ژلت انواع مختلفی از این محصول وجود داشت، اما اختراع او باریک و ارزان بود و تیغه یک بار مصرفی داشت که از استیل ساخته شده بود. آرایشگری در آیووا که موهای دانش آموزانی که از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند را به طور رایگان اصلاح می کند و در مقابل فقط از بچه ها می خواهد هنگام اصلاح موهای خود برایش کتاب بخواند. به تازگی در بخشی از کشورهای غربی به اشخاصی که بتوانند اتومبیل‌های تسلا را بدزدند لقب ادیسون می‌دهند. دلیلش هم دزدیده شدن ایده‌های نیکولا تسلا توسط ادیسون در گذشته است. همچنین دزدیدن این خودروها به دلیل امنیت بالایی که دارند فقط از پس یک نابغه برمی‌آید. در ژاپن برای طلاق گرفتن نیازی به دادگاه رفتن وجود ندارد. زوجها صفحه‌ای را امضا می‌کنند و مهر می‌زنند و بدون مراجعه به دادگاه طلاق می‌گیرند. سپس حلقه‌هایشان را با چکش می‌کوبند. گائو کائو کنکور چینی‌ها
سخت‌ترین کنکور ورودی دانشگاه‌ها در دنیا است. هیچ دانش آموزی نتوانسته از این آزمون 9 ساعته نمره کامل بگیرد. دانش آموزان برای قبولی تا حد مرگ درس می‌خوانند. ممنون که ما را همراهی کردید. خدایا رو نگهدار شما.